علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوال ها شد که در یک هفته چند سوم کار کردن می شود در وقت سیزن. از همه معاش بلندترینش به ما فهمونید. از همه معاش بلندترینش دیر و دراز نکرده میگوییم که 700 800 900 تا 1000 فونت کار میکنند. البته اینا شخصایی که 5 سال 10 سال در همینجا سابقه کاری دارند، یعنی رومین ها و بلگر ها در اینجا بسیار سابقه کاری دارند، معاش خوب کار میکنند. در یک هفته 700 800 900 حتی تا 1000 فونت کار میکنند. در دیگر فرما ها هم اینچنین همین مردم نقص کار میکنند، برای آنکه اینا خیلی میشود که در اینجا کار فعالیت دارند. همه کارهای همین بریتانیایی ها را همین رومین و بلگر ها میکنند. بریتانیا خودشون کار نمیکنند عموما در سیاسکی خزیه است. و برای همین برادر با سوال شد که میشد همه خیلی سوم کار کردن در یک هفته. البته میشود. اومدن از همون طرف ما از تاجیکستان بسیار بچه ها اومدگیان در اینجا نقص کار کرده، همین مهنتی خود نشون دادگی هیان. حقیقتا حیران کردگیان بعضی همین یوروپیتسا را که حقیقتا همین مردم تاجیک مردمی مهنت دوست، مردمی با فرهنگ، مردمی با صبر و با طاقت، حقیقتا همینا را هم میدونن که الکی تاجیک ها مردمی مهنت دوستن. برای همو بسیار سوم نقص کار میکنن در یک هفته. این تنها در وقت ابیام بچه ها، در وقت شما را ساعتکی نه، ساعتکی البته کم میشد. این در وقت ابیام همین آدمای استاجدار نقص کار میکنن. البته اگر شما سلامتی به قوت داشته باشید، البته شما اگر که استاج همین چی داشته باشید، دهقانی، بسیار نقص کار میکنید. اگر یگان سوال هم میشد در کامنتاری ها نویسید، حتما من جواب میگردونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.